جنبش اپوزیسیونی اصلاحات و رشد تاجیکستان رهبر شرف‌الدین گدایف شب 13 آگوست سال 2024 با انجام 72 ساعت التیماتوم برابران پیمان ملی گذاشتش اعلام کرد که از صف ائتلاف در خود تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای اپوزیسیون تاجیک می‌براید. این تصمیم در حال اعلان شد که بخش اطلاعاتی پیمان ملی یک روز قبل روز 12 آگوست در یک بیانیه کوتاه از قرار شورای مؤسسانش خبر داد که التیماتوم گدایف را رد کردند. در این بیانیه با اعلان اینکه مسئله خارج کردن شرف‌الدین گدایف از هیئت شورای پیمان ملی تاجیکستان موضوع حل شده بوده به بازنگری نیاز ندارد. به اعضای پیمان ملی هم چنین تفسیر داده شده است که در این قضیه به فتنه داده نشوند و از بحث‌های احساساتی خودداری کنند. به دنبال جنبش اصلاحات و رشد اعلام کرد که شورای سیاسیش تصمیم گرفته است که از هیئت پیمان ملی خارج شود. به عقیده گدایف در طول 6 سال فعالیت خود پیمان ملی تاجیکستان به هیچ یکی از هدف‌های پیش بینی شده خود نرسیده است. برعکس تحت رهبری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری در داخل پیمان ملی شخصیت پرستی ایجاد شده است که در نتیجه 75% اعضای شورای سیاسی پیمان را اعلی اعضای این حزب تشکیل میدهند. این وضعیت باعث ویرانشوی توازن شده همه قرارها به نفع رئیس حزب یعنی کبیری قبول می‌گردند که این پرینسیپ‌های دموکراسی را نقض می‌کند و به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان مساعدت می‌نماید. جنبش اصلاحات این طور کبیری را به آن ابدار کرد که 6 سال باز کرسی رهبری پیمان را بدون تنفس در دست دارد و به طور مقصدناک شرایط ایجاد کرده است که به او امکانیت می‌دهد بدون تغییر و به طور دائمی در منصب خود باقی ماند، عین طوری که دیکتاتوران عمل می‌کنند. در جنبش اصلاحات یادآور شدند که وقتی که شرف‌الدین گدایف خواستار استعفای محیدین کبیری از منصب رهبر پیمان به سبب ناتوانی او در اداره پیمان شد، اعضای شورا به جانبداری کبیری برخاسته به جای بررسی مسئله اصلاحات و جستجوی یک نامزد مناسب برای رهبر نو پیمان ملی به گدایف حمله کردند و او را تحقیر و به خیانت متهم کردند. این رفتار در داخل تشکل چون پیمان ملی تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. هر کسی که محیدین کبیری را تنقید کند یا با او مخالفت کند از جانب بعضی اعضای حزب نهضت مورد حمله قرار میگیرند. طرفداران گدایف گفتند که اشتراک در چنین ائتلاف را برای جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان غیر ممکن میشمارند، زیرا این مخالف به هدف این جنبش است. پیمان ملی سال 2018 در ورشو تأسیس یافته است. حزب نیز در تاجیکستان فعلا ممنوع نهضت اسلامی، انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد و انجمن مهاجران آسیای مرکزی را در بر می‌گرفت. فعالیت پیمان ملی تاجیکستان اندکی سال 2019 از جانب دادگاه ملی تاجیکستان در جمهوری من گردیده پیمان بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرده شد.